بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، دیروزه موضوع به نعم حديث نعم حديث حسين بن الحارث الجدلي. نعم، حسين بن الحارث الجدلي از امیر مکه من حارث بن حاطب. همینجا و حدیث دویمش تو حدیث ابن عمر انده ما چه گرفتیم که یعنی ثبوت یعنی ماه رمضان از کجا ما میدونیم؟ ماه رمضان دخولش در اومدنش از کجا میدونیم؟ گفتم که چای نعم حدیث حارث ابن حاطب انده چه گفتم یعنی دو شاهد. نعم دو شاهد گفت که چه دو شاهد. و حدیث ابن عمر انده چه گفتم یعنی با یک شاهد. یعنی گفتم که ایدان چه بشد یعنی در اومدن رمضان با شهادت شاهد یک شاهد و شهادت یک شاهد. نعم با شهادت یک شاهد چه بشد یعنی ثابت بشه. با شهادت چند شاهد؟ یک شاهد اومد اگر شهادت که داد، نعم یعنی قد رأیت هلال رمضان که گفت ایدان چی باید الناس یصومون. سوره گفتم حدیث ایدان الحارث ابن حاطب چی با دوتا اومدگی؟ برای همین این روایت بعض اهل علم گرفته چه گفتن یعنی گفتن که یعنی لازم گفتن دو شاهد باید که شود گفتن دو شاهد. برای اینکه چه مفهوم مخالفه یک شاهد کفایه نمیکنه. ایدان فهمیدید؟ یعنی غایت ما فیه ان شهادت شاهد واحد لا يكفي. هذا مفهومه. لكن عندنا منطوق، عندنا ماذا؟ عندنا منطوق حديث ابن عمر، منطوقه نعم يدل على أن شهادة شاهد واحد تكفي. ومن المقرر في الأصول أن المنطوق مقدم على المفهوم. فهمت؟ إذا چه گفته گپین؟ یعنی حدیث حارث ابن حاطب بعد دو نفر گفتگی باید که دو نفر چه گفتگی شهادت یاد باید که چه دو نفر شهادت یاد دو نفر باید که چه شهادت یاد. مفهومش اگر یک نفر باشد چه کفایه نمیکنه. لیکن حدیث ابن عمر چی میگوید؟ یعنی میگوید که یک نفر شهادتش کفایه میکنه. فهمید؟ همین به قول راجح یک نفر اگر اهم شای شاهدی که باوری کار میشدگی باشد اومده ما به شهادتش چی میکنیم یعنی قبول میکنیم. شهادت چی میکنیم؟ قبول میکنیم. و این قول ابن عباس، قول ابن عمر و قول جمهور اهل علم قولاشون. نه اما بر اومدن رمضان دخول شوال چه؟ اینجا باید که دو نفر باشد. فهمیدید؟ اینجا چی باشد یعنی باید که دو نفر باشد. باید که چی باشد یعنی دو نفر باشد. یعنی در اومدن شوال به چه گفتم یعنی باید که دو نفر باشد. از کجا این دلیل میگیریم؟ برای همین قول جمهور اهل علم گفتن که در اومدن رمضان یک شاهد کفایه بکند. بر اومدن رمضان یعنی در اومدن شوال به چه دو شاهد باید که دلیلشون یعنی چه همین حدیث برای که چه گفت ان ننسک للرؤیه فإن لم نراه وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. وكذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عندهم كذلك كما يقول يعني أن نصوم ونفطر بشهادة شاهدين.
یعنی رمضان در اومدنش و رمضان بر اومدنش به دو شاهد که ثابت میشه. اکنون رمضان در اومدنش چه گرفتیم؟ یعنی با منطق فهمیدیم که یک شاهد کفایه، لیکن بر اومدنش به چی نیست. اینا بر اومدنش اصل میمونه. بر اومدنش چی میشه؟ یعنی اصل میمونه. برای همین چی باید که چند باشد؟ یعنی دو شاهد باشد. فهمیدید؟ اینا رمضان به یک آدم بیاد و گوید که من ماه رمضان دیدم، خلاص فردا روزه سر میکنیم. فردا چی میکنیم؟ یعنی روزه سر میکنیم. فهمیدید؟ لیکن اگر نام یک نفر بیاد و گوید که آخر رمضان اند، خلاص من ماه شوال دیدم، فردا عید نمیگه. تو دویم نفر نبیاد ما چه قول چه باور نمیکنیم. یعنی فهمیدید؟ نعم. اکنون امروز با بنده حدیثی که آورد امام، حدیث ابن عمر عن حفصه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني موضوع يعني حديث من لم يبيت الصيام، يعني لم يبيت الصيام أي لم ينوي بالبيات. نعم، يعني لم تسبقه النية على صيامه، يعني لم ينوي بالليل، يعني من لم ينوي بالليل فلا صيام له. يعني معناش چیه؟ آدمی که شبانه نیت نکرد باید روزه حساب نمیشه. فهمیدید یا نفهمیدید این چیه؟ الان به ایدان چی میشه؟ یعنی نعم فهمیدید؟ همین به یعنی نعم یعنی یک آدم شب قیصر میشد شنبه، پیش از شنبه یک نیم ساعت مونده بود که خوابش بردمون، وقتی که بیدار میشد فجر به اذان گفته استوده، فجر به اذان گفته خیر میگوید من میتونم روزه داشته به تو سحور افطارم نکرد سحورم نکرد میتونم روزه داشته، لیکن میگیم که چی نمیشد. برای چی؟ برای که تو شبانه روزه نیت نکردی که. فهمیدید یا نفهمیدید؟ معنای حدیث فهمیدید؟ یعنی شبانه نیت که نکرده باشد و روزش چی بشد؟ یعنی حساب نمیشد. یعنی فهمیدید؟ یا که ما حاضر امروز مثلا چی 29 شعبان بود، نام فردا چند میشد؟ یا فردا 30 شعبان یا یکم رمضان میشه. فردا 30 شعبان یا که چی میشه؟ یعنی یکم رمضان میشه. 30 شعبان یا که یکم رمضان میشه. حرکت کرده ماه ندیده، خلاص فردا چند میشه؟ دکن 30 شعبان میشه. وقتی که سحری بود نام سحری بود ساعتای 7-8 سحری ما هیچی نخوردگی خبر میبیاد میگوید که من میگوید دیروز صحرا بودم ماه دیدم. آدم ثقه آدم باورنا گفت که من ماه دیدم، شما به خبر داده نتونستم، من حاضر اومده رفتم تلفنتون کشتگی بود تلفن کرد نتونستم من ماه دیدم. چیکار میکنین؟ ها؟ ما شبانه نیت نکرده ای که ما نیت نکردیم، خبر نبود. یعنی ما چی گفتیم؟ ما اعتقاد کردیم که امروز 30 شعبان، علمی اساس ما روزه نیت نکردیم. فهمیدید؟ علمی بیان امروز روزه حساب نمیشه. امروز چه روزه حساب نمیشه. طبعا این مسئله یعنی ماه گفتن نگفتن انده، یعنی روز 30 اومده یک آدم ما به خبر داد، قبول میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر تا زوال اومده خبر تیاد ما به میشد، برای اینکه تا زوال ماهی که بیند، اگر حتی سحری بیند که تا زوال، یعنی این معناش چی میشد؟ یعنی ماه دیروزه میشد، یعنی ماهی همین روز، یعنی فهمدید؟ انا بعد از زوال بیند اگر چی ماهی امروز میشه، فهمدید؟ یعنی مثلا امروز انا موعد ساعت 7 سحری واضح، نام 30 شعبان ساعت 7 سحران اومده گفت که من ماه دیدم، منو ماه دیده استوده، یعنی معناش این ماهی شباننده، یعنی امروز معناش ماهی همین روز. فهمدید؟
یعنی ماهی شب سیوم اگر بعد از زوال نماز پیشنا خوندم بعد میگم اوه ماه دیدم یا اینکه خلاص ماه حساب نمیشه. این ماهی اکون چیه؟ فردا می اومده گرفت. فهمیدید یا نه؟ علامین چیه؟ إذن علامین صورت مسئله فهمیدید؟ صورت مسئله ایدان فهمیدید؟ همین حدیث میگوید که نه شبونه نیت که نکردی وای روزه حساب نمیشه. صورت مسئله فهمیدید؟ یعنی ما امروز خلاص دیر حرکت کردیم نتونستیم دیده ساعت 7-8 سحری اومدیم و با خبر داد که گفت که خلاص ما چه گفتیم خلاص اعتقاد کردیم یقین انیق دونستیم که امروز روزه چند میشد یعنی سیومی چند میشد یعنی سیومی شعبان میشد. ما با اومدیم خبر داد ما امروز روزه حساب نمیشد. فهمیدید؟ امروز چی میشد یعنی روزه حساب نمیشد. فهمیدید؟ امروز روزه چی حساب نمیشد. برای چه؟ برای که ما شبانه نیت نکردیم. فهمیدید؟ معنای حدیثه. برای همین چیکار میکنیم ما؟ یک روز قضا میکنیم. یک روز چیکار میکنیم؟ قضا میکنیم. یک روز قضا. یعنی بعد از نماز عید خونده بعد از عید یک روز قضاگی رمضان میدونیم. فهمیدید؟ بعد از زوال این خبر کرده کردن؟ ها؟ اگر بعد از زوال خبر کرد؟ نه حتی سحر خبر کرد کنه. حتی بعد از بامداد اومد خبر داد ما. حتی بعد از بامداد خبر داد. یعنی من لم یبیت الصیام لم یبیت بیات چی میشد یعنی بیات یعنی شبونه تا فجر میشد. تا فجر نیت که نکردی نه تو فجر نیت که نکردی خلاص وای روزه نمیشد دیگه. فهمیدید؟ حتی بعد از فجر به اذان گفتن خلاص ما گفتیم خلاص امروز روزه نمیدست امروز 3 شعبان خلاص نونشته تیار کردیم. اگر بعد از زوال خبر کرد برای میکنیم قضا میگیریم بعد از زوال چخیر بعد قضا میگیریم بعد از زوال خبر کرد. یعنی ما اگر بعد از فجر خبر کرد قضا می داشته باشیم بعد از زوال می باب اولا. من نفهم خوش است یعنی این دیگه مسئله قضا فهمیدید؟ یعنی اینجا دو چیز فهمیدید؟ اینجا دو چیز هست. یکم چیز مسئله نیت همین روزا ما قبول میشد همین روزا قبول نمیشد. فهمیدید؟ یکم چیزمون دونه یعنی موضوع مسئله ما همونه ما فجر خونده شدیم روز سیوم نماز بامداد خواندیم که یعنی یا که اذان فجر با گفتن خلاص بیات تمام شد شب تمام شد روز سر شد همین خیلی یعنی بعد از اذان فجر روز سر شد ما به تلفن کردیم گفتن که من دیروز همین قدر شما به تلفن کردم تلفن نبرداشته ما موقع دیدیم. فهمیدید؟ یعنی امروز چی میشد؟ 3 شعبان ما گفتیم که حقیقتا چی بوده امروز؟ یکم رمضان بوده. اکنون ما همین روز روزه گرفته میتونیم روزه میشد برای چی؟ نیت نکردیم. فهمیدید؟ روزه نکردیم. اکنون قضا میکنیم. فهمیدید؟ این اکنون دوی مسئله خلاص فجر خونده شدیم سحری ساعت 6 7 8 تا زوال المهم نم زوال شد پیشینه خونده برایم یک آدم که اوه ماه دیده من ماه ماه میگم پیش از زوال همین دیده بودی گفت که نه نبود خودر پیدا شد خلاص یعنی امروز 3 شعبان یعنی این معناش ماهی فرداینه ماهی چی میشد فرداینه ماش بوده یعنی فهمیدید یعنی امروز تولد شد ماهی فرداینه این فهمیدید خلاص امروز 3 شعبان شه قضا نمیکنیم لیکن گفت که من این ماه آخر گفت ساعت 11 پیش از زوال دیده بودم یعنی میگم که یعنی امروز معناش یکم رمضان بوده است اگه قضا میکنیم امروز فهمیدید یا نفهمیدید فهمیدید این چیه امروز چی میکنیم یعنی امروز چیه رمضان یعنی چیکار میکنیم یعنی قضا میکنیم فهمیدید یا نفهمیدید این چیه انا کنون این مسئله جای خلافی این مسئله سخت خلاف شدگی طبعا یکم حکم حدیث ابن عمر ان حفظ من لم یبید معنای حدیث فهمیدید لیکن حکم حدیث چخیلی که الامام ابن عبدالهادی رحمت الله علیه میگوید این حدیث امام احمد و ابو داود و ابن ماجه و نسائی و ترمذی روایت کردن لیکن حدیث خلاف شد تفضل لیکن حدیث شدگتم خلاف شد حدیث چی شدگتم یعنی خلاف شد خلاف بجون ده حدیث مرفوع و موقوف
یعنی از قول رسول صلی الله علیه و سلم یا که از قول حفصه یا که از قول ابن عمر. هم به بسیارترین اهل علم میگن که حدیث موقوف که به ابن عمر به. امام ترمذی و امام ابو داوود و امام نسائی و امام الائمه امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری میگوید که حدیث چی میگوید؟ یعنی موقوف، یعنی از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نه، از قولی که از قول ابن عمر. لیکن دیگه اهل علم ابن خزیمه، ابن حبان، حاکم، بیهقی، ابن حزم میگن که حدیث از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم. علی کل چی باشد که حتی از قول ابن عمر باشد که قول امام ائمه امیر المؤمنین بخاری قولش گریم، حتی از قول عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه باشد که چی میشد؟ وای دلیل میشد. این چیزا عبدالله ابن عمر از خود گفته نمیتونه. ها این چیزا چی گفتم؟ یعنی عبدالله ابن عمر از خود گفته نمیتونه. نام این چیزا چی اکید که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک چی قول شنیدگی. فهمید؟ علمین به یعنی اهل علم دو مذهب تقسیم شدن. بعضی گفتن که نیت شرط نه. نیت یعنی چه شرط نه گفتن؟ نیت چه گفتن؟ شرط نه گفتن. فهمید؟ دلیلشون چه؟ دلیلشون حدیث بخاری به اومدگی حدیث سلمه ابن الاکوع، حدیث سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی و ارضاه. حدیث سلمه ابن الاکوع به رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که سلمه ابن الاکوع رسول الله صلی الله علیه و سلم ابن سلمه یک آدمی را فرستاد روز عاشورا بعد از زوال فرستاده، گفت که اليوم عاشورا فمن كان صائما فليصم فليتم صومه ومن لم يكن صائما يعني فمن كان قد اكل فليتم صومه يعني فليصم. فهمتید؟ یعنی آدمی که من لم یصم فلیصم، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ گفت که امروز عاشورا، کسی که روزه گرفته باشه روزش دوام دهد و کسی که روزه نگرفته باشد انا از خود روزه گیرد. چی فهمیده ما این؟ چی فهمیده؟ ها؟ برای چه؟ بعد شبانه نیت نکره بدن که یعنی ایزن رسول صلی الله علیه و سلم گفت که نیت شرط نه، حتی از نصف روزی باشد که چه روزه گرفتن گیره. فهمید؟ انا از همین به استدلال کرده گفتن که نیت چی میشد؟ یعنی شرط نه. نیت چی گفتن؟ یعنی شرط نه گفتن. فهمید؟ لیکن جمهور اهل علم چه جواب دادن؟ جمهور اهل علم جواب داده این حدیث و گفتن که این حدیث عاشورا حدیث نفل